این مرد وارد کپسول خواب زمستانی شد، اما درست وقتی با هیجان منتظر بود که خوابش شروع بشه فهمید دستگاه خراب شده. تلاش کرد در کپسول رو باز کنه ولی قفل بود. وحشت زده شد چون هیچ کس اون اطراف نبود که کمکش کنه. سفینه‌ای هم که توش بود قرار بود 90 سال دیگه به مقصد برسه. خوشبختانه در کپسول خودش باز شد. با عجله به اتاق کنترل رفت و یه پیام به زمین فرستاد تا وضعیتش رو توضیح بده. اما وقتی پیام رو ارسال کرد تازه فهمید که 55 سال طول میکشه تا جوابش برسه. ناامید و گیج داشت توی سفینه پرسه میزد که ناگهان یه مرد رو دید که کنار بار ایستاده بود. از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. حالا اون تنها نبود، ولی وقتی دقیق تر نگاه کرد فهمید که اون مرد یه رباته. روز بعد که برای صبحانه به کافتریا رفت متوجه شد که بیشتر غذاهای منو مخصوص مسافران کلاس طلاییه. 1 سال گذشت و تنهایی حسابی خسته و درموندش کرده بود، تا اینکه یه روز چشمش به یک زن زیبا افتاد که تو کپسول خواب بود. همون موقع تصمیم گرفت که بیدارش کنه.